سلام، امیدوارم که خوب باشین. به رسم این که هر 2 هفته یه بار براتون ویدیو میکاپ میذارم، گفتم یه میکاپ دیگه هم فیلم بگیرم براتون بذارم، تقریبا مشابه و یه جوری ترکیب همون میکاپ های قبلیه. به همین خاطر رو دور تند گذاشتم و خیلی توضیح خاصی نداره. همون پروداکتایی که توی ویدیوهای قبلی استفاده کردم و معرفی کردم و توضیح دادم اینجا استفاده شده، ولی باز شماره‌شون رو براتون میذارم توی ویدیو. توناژ رنگی این میکاپ هم تقریبا صورتی گرم، صورتی گوشتی طوره. توی پلت سایم از رنگ ان فوگو که یه توناژ صورتی تیره و به نسبتا گرم و یه حالت گوشتی طور داره استفاده میکنم. مقدار رنگی که سعی میکنم با براشم بردارم سعی میکنم کم باشه، چون خیلی نمیخوام آرایشم تیره بشه، چون کلا این رنگ تیره‌ایه. سعی میکنم براشم رو خیلی آروم روی سایه بکشم که مقدار رنگ زیادی رو بر نداره. گوشه داخلی چشمم و گوشه خارجی چشمم رو باهاش زدم، فید میکنم، به سمت بیرون فید میکنم، ولی باز 1-2 تا تاچ بیشتر سعی میکنم رو لاین بالای موژم به سمت بیرون بکشم که کلا یه پرده تیره تر باشه اون قسمت. ولی با همون یک رنگ سعی میکنم اون سایه روشنی که میخوام رو ایجاد بکنم پشت پلکم، چون تو پلت هم بقیه رنگ‌ها یه مقدار توناژ قهوه‌ای و مسی و اینا میگیرن. این رنگ بیشتر توناژ صورتی داره، با اینکه تیره است سعی میکنم حالا با مقدار کمی که استفاده میکنم اینو مدیریت بکنم و اون سایه روشن صورتی گرمی که میخوام و پشت پلکم ایجاد بکنم. با یه براشی که یه مقدار تخت‌تر و کوچیک‌تره وسط پلکم و یه سایه صورتی فوق‌العاده روشن و شایندار میزنم. سایم از برند اینگلو شماره 397. با همون براش اولم کلیت چشمم رو و سایه ها رو بلند میکنم تو هم تا یک دست بشن. از خط چشم کاسه‌ای اینگلوت استفاده میکنم. این خط چشم به نسبت ضد آبه و حتما باید با میکاپ ریموور پاکش بکنید، ولی چون حالت روغنی داره خیلی خط چشم مشکی تیره و جونداری میتونید باهاش بکشید. ولی خب قطعا خط چشمای کاسه‌ای چون باید با براش جداگانه هم کشیده بشن سختی بیشتری دارن به نسبت خط چشمایی که حالت مایع هستن و خودشون یه براش نازک مویی دارن داخلش، اونا کار کردن باهاش آسون تره. ولی خب این خط چشمای کاسه‌ای خط چشم تیره تر و مشکی تر و جوندارتری بهمون میده. منم که همونجور که میبینید تو قرینه در آوردن خط چشمم گیر کردم. برای من معمولا پلک سمت راستم خیلی آسون تره و خیلی تمیزتر در میاد میکاپش. از سختی های این خط چشمم اینه که وقتی میکشید سری پشت پلک خشک میشه و یه مقدار محدودتون میکنه توی اینکه حالا بعدش بخواید تغییری توش ایجاد بکنید یا اگر یه قسمت رو خراب بکنید بتونید پاکش بکنید. ولی خب از خوبیاش اینه که بسیار موندگاره و حالا اگر که شرایطی باشین که قرار باشه بهش آب بخوره، استخر، پارک آبی یا هر جا، خیلی خوبه و به هیچ عنوان تکون نمیخوره. با توجه به اینکه من موژه هم اکستنشن نیست سعی میکنم با ریمل یه ذره جوندارترش بکنم که بعد که میخوام موژه مصنوعی روش بچسبونم خیلی تفاوتی با تاره موژه مصنوعی نداشته باشه و یه جوری با تاره اون موژه مصنوعی ادغام بشه و یک دست بشه. دیگه از اینجا به بعد که توی مرحله کرم پودر و کانتور و حالا ستینگ پادر و بعدم رژ گونه ها و کانتور پودری میره، خیلی قبلا بهتون توضیح دادم، خیلی دیگه رو ویدیو صحبت نمی کنم.
روژگونم و با توجه به اینکه میخوام میکاپم خیلی دیگه توی تم رنگی توناژ رنگی گوشتی نره، رنگ صورتی انتخاب کردم، رنگ ویلا از برند بنفیت. این رنگش خیلی تابستونی، حتی اگه بخواید سایه رو سبکتر و ملایمتر بزنید یا یه سایه صورتی خیلی یواش فقط پشت پلکتون بزنید، ترکیبش با این روژگونه فوق‌العاده میشه. خیلی تابستونیه. مداد لبم هم توی ویدیوهای قبلی از شارلوت تیلبری رنگ پیلوتاک بود، ولی توی این ویدیو از برند مک رنگ سور، حالا باز براتون توی ویدیو هم مینویسم، استفاده کردم. یه پرده از پیلوتاک شارلوت تیلبری صورتی تره و خب مخملی بودن شارلوت تیلبری رو هم نداره، این خیلی ماته، ولی خب رنگش خیلی با توناژ میکاپ هم که دوست دارم این سری یه ذره صورتی تر باشه هماهنگی داره. ولی خود رژ لبم رو از همون پیلوتاک شارلوت تیلبری میزنم. خط لبم رو سعی کردم تو قسمت‌های گوشه‌های داخلی لبم استفاده بکنم که بعد از اینکه رژ لب میزنم با اون ادغام بشه و یه ذره رنگ گوشتی پیلوتاک رو به سمت صورتی ببره. لیپ گلاس هم باز توناژ صورتی داره. مجدد با مداد لبم سعی میکنم توناژ صورتی رژ لبم رو بیشتر کنم. باز اینجاها با دیتیلر و ژل ابروی بنفیت یه ذره ابروامو مرتب‌تر میکنم. در نهایت هم از ستینگ اسپری شارلوت تیلبری استفاده میکنم برای اینکه میکاپ فیکس تر شه و تایم طولانی تری روی صورتم بمونه. موژ مصنوعیام به نسبت چشمو گرد میکنه و قد بلندی هم داره. کابوس منم قسمت‌های داخلی چشمه وقتی که موژ مصنوعی میچسبونم، چون هیچ موقع دقیقاً اون جایی که میخوام نمیچسبه و یه ذره فاصله میگیره و خیلی رو اعصابه. دیگه این قسمتاش که با گوشه‌های داخلی موژ مصنوعی ور میرم تا فیکس کنم و براتون میزنم جلو و بله رفتم موهامم درست کردم، اومدم از اون صورت پف کرده اول صبحی در اومدم و به نظر خودم میکاپم و موهام خیلی خوب شد. امیدوارم که این ویدیو میکاپم براتون کاربردی باشه. خوشحال میشم اگر منو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و نظراتتون رو توی کامنت برای من بنویسین.